سلام علیکم. کسانی که استاد زبان آلمانی یا همون گرمانی هستند و میخواهند که در استانبول درس زبان آلمانی بدهند. یک مؤسسه کلان هستی که محتاج به استادان زبان آلمانی هستی. چند تا مرکز دارند، در اسنیور دارند، در افجیلر دارند، در فاتح دارند، در شیرین نولر دارند. یا همش در اروپا نیمه استانبول قرار دارد. کسایی که میخواهند که استاد باشند درس بدهند، پس جای کار برای شما مناسبه. معاش معین شدگی نیست. شرطا نه کم از 3 سال استادی و درس زبان آلمانی داده باشه و آداب و گراماتیک زبان آلمانی را خوب بدانه. اگر چنین هنر را داشته باشی، پس میتونی که صحبت کنی و معاش بهترین و این رقمای بدگی قطعی میتونین که زنگ بزنین.